مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! آقا نرید من تو نمیذارم جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! همینه باشه جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! شعار بدیم مرگ بر جمهوری اسلامی! 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 نمیخوایم نه بر جمهوری مرگ بر جمهوری اسلامی! 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 مرگ بر اسلامیسtka terror regimen ایران! مرگ بر اسلامیسtka terror regimen ایران! این لانه جاسوسی رو تسخیر کنیم. Estén ambassaden terrorcentralen! Stäng ambassaden, terrorcentralen! Stäng ambassaden terrorcentralen! Stäng ambassaden terrorcentralen! Stäng ambassaden terrorcentralen! مرگ بر جمهوری اسلامی! تک بخوره Ambassaden, terrorcentralen! stäng ambassaden terrorcentralen! Ambassaden, terrorcentralen! Iran ambassaden, terrorcentralen! Iran ambassaden, terrorcentralen! Iran ambassaden, terrorcentralen! Iranska ambassaden terrorcentralen! Iranska ambassaden, terrorcentralen! Iran ambassaden, terrorcentralen! Iran این روز اتحاد روز فراموش نشدنیه. با صدای بلند دست بزن، پا بکوب، شادی کن با صدای بلند. مرگ بر اسلامیسtka terror regimen ایران! 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 مرگ بر اسلامیسtka terror این فریادی که زندانی سیاسی میخواد، این فریادی که کارگر بیکار میخواد، کارگری که 3 سال زیر دست و پا میندازنش، ازش کار میکشن، حقوقشو نمیدن. وقتی تشکل درست میکنه رهبراشو میگیرن. به همین فریاد احتیاج داره. این صدا، پا بزن، دست بکوب، مرگ بر جمهوری اسلامی! 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 مرگ بر جمهوری ambassaden terrorcentralen! ایران ambassaden terrorcentralen! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندانی سیاسی آزاد باید
Ni får ta er längre bakåt här, för er plats är egentligen längre bak så. Så det är Vi inget väntar mer att de fram här. kommer. Ja, inget mer Alltså framåt. det är ingen fara, det är ni rör en er helt framåt mer och fredlig mer. demonstration. Alltså, Det är helt fredlig ni rör er demonstration. framåt mera och ni blockerar trafiken. Trafiken måste komma fram också. دوستان لطفا چیز نکنید با پلیس درگیر نشید. با پلیس در نمیخوایم درگیر بشیم. میگه برین جلو، برین عقب. ما اینجا وای میستیم ولی جلوتر نرین لطفا. هواش هواش چیز میکنیم اون هیئت برگشت ما بریم عقب ولی لطفا جلوتر نریم. نمیخوایم با پلیس درگیر بشیم. خیلی ممنون همینجا وایسین لطفا. بذار درگیر بشیم. چی میشه؟ مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! حکومت اسلامی نمیخوایم! حکومت اسلامی نمیخوایم! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! کارگر حمایتت میکنیم! کارگر حمایتت این دوره جاسوسی تسخیر باید گردد! جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده! جمهوری اسلامی مرگ فرا رسیده! طالبان حیا کن حکومت رو رها کن! طالبان حیا کن حکومت رو! Det i sig är en seger i den här kampen. Det är en seger att ni känner er förolämpade. Marsch bär Shoma! Marsch bär Jomhuri Islami! مرگ بر جمهوری اسلامی! Marsch bär Jomhuri Islami! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! کوتاه به فارسی. لطفا دوستان که بیاد ماشین میاد. بذار پلیس حالمون نده. بیارین وایسین. که از پشت این دیوارها بیرون میره. صدای هست که از توی اتاقهای بازجویی بیرون میره. صدای هست که شلاق خفش نمیکنه و این صدای شماست. و این صدای ماست که کسی نمیتونه خفش کنه. به خاطر اینکه ما بسیاریم، به خاطر اینکه ایستادیم، ما از جمهوری اسلامی گریختیم، اما نه از مبارزه با جمهوری اسلامی. از طناب دار گریختیم، اما نه از کسانی که طناب دار دستشون بود. علیهشون ایستادیم، دنیا رو بر علیهشون میشورونیم، همه رو متحد میکنیم با خودمون و دنیا یه بار دیگه باید با احترام در مقابل مردمی میسته که 3 دهه با این هیولا جنگیدن و روزی که هیولای جمهوری اسلامی سرنگون شد دنیا با حیرت مات و مبهوت به مردم ایران نگاه میکنه که اینا چی کشیدن، که سنگسار یعنی چی، که اعدام کودک یعنی چی، که صدها هزار اعدام یعنی چی. درود بر شما. زنده باد آزادی، زنده باد برابری، مرگ بر جمهوری اسلامی. Kamrater, nu gör vi så här att jag och Amine går fram till ambassaden och överlämnar en resolution som vi ska anta här. Det är alltså samma resolution som antas i alla länder och städer i världen som deltar i de här protesterna. Jag ska läsa upp den för er och sen får vi se om de tar emot den eller inte. Ett ögonblick. Då det är 4 sektioner i Kommunal representerande 10 000 medlemmar här i Stockholm. Det är Vänsterpartiet Storstockholm och det är iranska مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! بنظر من یک همچین حکومتی با یه همچین رویه‌ای با یه همچین سیاستی هرگز نمیتونه عمر طولانی داشته. مطمئن باشید که شما به دست همین کارگر نابود خواهید شد. حکومتی که منطقش سرکوب باشه، حکومتی که رهبرش یک قاتل جانی باشه، توی روز روشن توی
نماز جمعه قتل عام مردم رو صادر کنه نمیشه از همچین حکومتی انتظار داشت رفت و بهشون گفت ببخشید جناب چرا حقوق و دستمزد کارگر رو پرداخت نمی کنید چرا به حقوق کارگر احترام نمیذارید مسلما اینا به فکر حقوق حزب الله بسیج حماس و حقوق همچین گروه های تروریستی هستن که بتونن سرپا ببرن و گروه های سرکوب خودشون رو سرپا نگه دارن. مثلا جمهوری اسلامی از بد وجودش تا به امروز بزرگترین ضربه را به قشر کارگر وارد آورده. در طی این سالها جمهوری اسلامی نه تنها حقوق کارگر را بالا نبرده، به نظر من حتی حقوق کارگر و دستمزدش و حتی مزایا و هر چی که داشته پس‌رفت‌هایی هم داشته. جمهوری اسلامی و آقایونی که بر سر کار هستن یادشون رفته انقلاب 57 بخش عمده از انقلاب 57 که به این شکل گرفت به علت عدم حقوق کارگر و طبقه کارمند و فقیر بود شکل گرفت و انگار به خوبی یادشون رفته به کلی که جامعه هست och slagit ner på en strejk i Alawas-området. En strejk med 7000 fabriksarbetare som man nu förföljer. Och bara i år så har hundratals fångar avrättats. Kanske över 100 fångar på en månad. Många hängs offentligt från bussar. Och det här är regimens sätt att försöka avskräcka folk. Ni ska inte demonstrera, ni ska inte strejka, ni ska inte organisera er i fackföreningar. Men precis som Syrien och Egypten och Tunisien visar så kan inget våld på denna jord hålla tillbaka folket när de har bestämt sig för att vi har ingen respekt kvar för den här regimen. Och den iranska regimen har all orsak till att frukta massorna. Men det finns också viktiga lärdomar som vi måste dra ifrån de revolutionära rörelserna som har spritt sig runt om i Mellanöstern och i Nordafrika. Folket, framförallt arbetarorganisationernas roll var viktig, men folket kastade Mubarak. Den här regimen har slagit ner med stor brutalitet på de här strejkerna.